این نوشته بر اساس خاطرات واقعی یک فاحشه نوشته شده، اما اسامی و مکانها همگی ساختگی می باشد. خاطرات مخفی یک زن. این داستان فاقد آن چیزی هست که شما به دنبال آن هستید. اولین چیزی که باید راجع به من بدونید اینه که من یک فاحشه هستم. بعد از دانشگاه مثل خیلی از دوستام با هدف یک شغل با درآمد خوب یا حداقل یک شغل جذاب که سر و کار آدم با افراد خوش‌تیپ آدم حسابی باشه اومدم تهران. ولی خب اینجور شغل‌ها خیلی کم گیر میاد. فاحشگی شغلی با ثباته. توش با آدم‌های مختلفی آشنا شدم که تقریبا همه مرد بودن و اکثر اونا رو دیگه هیچ وقت تو زندگی ندیدم. نکتهش اینه که چه خوش‌تیپ و باحال باشن و چه کل بدنشون با خالهای سیاه که از توش مو بیرون زده پوشیده شده باشه باید باشون بخوابی. به هر حال سیر فاحشه شدن یک شبه رخ نمیده. اوایل که تهران اومدم فکر میکردم خرج چند ماهو دارم، اما خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم پولام ته کشید. روزها رو صرف گشتن تو نیازمندی ها و تلفن زدن به اونا میکردم و شبها رو صرف خودارضایی. الان که فکرشو میکنم خودارضایی شاید نقطه اوج اون روزان بود. عجب. تهران اولین شهری نبود که توش زندگی میکردم، اما بدون شک بزرگترین بود. تو هر شهر دیگه ای ممکن بود حداقل یک آشنا ببینی یا یک لبخند مهربون، اما اینجا انگار نه انگار. همه به طور عجیب و غریبی غمزده و بیگانه هستن. یک کمی بعد از اینکه اومدم تهران یه خانومی از دوستم شهروز به هم مسیج داد. شاید باورتون نشه اینجا انگار شهر شهروزه و انگار همه اونو اینجا میشناسن. شهروز به تنهایی حداقل 4 مرحله از 6 مرحله جدا کننده شغل من از زندگیمه. خب وقتی شهروز کلی تلاش کرد تا منو با این زن آشنا کنه و برام یه کار جور کنه منم خوشحال شدم. چیز زیادی ازش نمیدونستم، فقط میدونستم که یک بیزینس وومن موفقه و خیلی پولداره. شنیدم اومدی تهران، خوشحال میشم هر وقتت آزاد بود ببینمت. این متن پیام بود. اون زن یکم از من مسن‌تر بود، بسیار جذاب و با سلیقه فوق‌العاده. وقتی برای اولین بار دیدمش احساس کردم میتونه آدم‌های خیلی بهتر از منو استخدام کنه. اما وقتی شهروز گفت از من خوشش اومده واقعا قند تو دلم آب شد. وقتی جواب تکستشو دادم بلا فاصله زنگ زد و گفت خوشحال میشه هفته آینده رو شام با هم باشیم. کل هفته رو تو این فکر بودم چی بپوشم، موهامو چه مدلی درست کنم. با باقی مونده پولم چند تا لباس شیک خریدم. شبی که باهاش قرار ملاقات داشتم 1-2 ساعت طول کشید تا تصمیم بگیرم چی بپوشم. آخرش یک تاپ دکولته مشکی، یک شلوار راسته کرم و یک کفش پاشنه بلند کرم پوشیدم. موهامو که تازه بلوند کرده بودم حسابی لخت کردم و بعد هم گوجه‌ای کردم پشت سرم. یک رژ لب قرمز مات و کمی ریمل. ظاهری ساده و جذاب. اون شب نیم ساعت زودتر رسیدم. تازه با وجود اینکه خونه رو پیدا نمی‌کردم و یک نیم ساعتی هم دنبال آدرس می‌گشتم باز هم نیم ساعت زودتر رسیدم. وقتی زنگ زدم مرد جوونی از پشت آیفون گفت کیه؟ خودمو معرفی کردم و گفت بفرمایید داخل. در که باز شد وارد حیاط شدم. ساختمان از دور پیدا بود و شراره و مرد جوان تو ورودی ساختمان منتظرم بودن. بوی گل‌های شب‌بو هوا رو مسخ کرده بود. من خیلی با احتیاط از روی راهرو مارپیچ سنگفرشی که وسط چمن و گل‌ها می‌گذشت به سمت ساختمون رفتم. تنها چیزی که تو اون لحظه تو فکرم بود این بود که با اون پاشنه بلندهایی که پوشیدم اگر بخورم زمین خیلی کنف میشم. وقتی بهشون رسیدم شراره مرد جوون رو که اسمش آرمین بود به هم معرفی کرد. سر میز شام من بین شراره و آرمین نشسته بودم و همینجور که شراره داشت حرف میزد نگاه آرمین رو روی سینه هام حس میکردم. آرمین پسر جذابی بود. بوی اتکلونش بدجوری آدم و هوایی میکرد. پوست گندمی و آفتاب سوخته‌ای داشت. شراره گفت آرمین عاشق بدمینتونه. چون تو زمین سرباز تمرین میکنه اینجوری برنزه شده. همه بدنش هم مایچه است. هر روز میره باشگاه. آرمین که انگار منتظر فرصت بود گفت راست میگه. ببین همه عضله است. و شروع کرد دستشو مشت کردن تا عضلاتش بیشتر بزنه بیرون. بی اختیار نگاه هم رفت روی بازوهای آرمین. گفت بیا دست بزن.
ببین چقدر سفته. نمیدونستم باید چیکار کنم. از طرفی احساس میکردم آرمین دوست پسر شراره هست و ممکنه شراره ناراحت بشه که انقدر با من گرم گرفته، اما شراره اونو فقط به عنوان دوستش به من معرفی کرده بود، نه دوست پسرش. داشتم با خودم کلنجار میرفتم، آرمین دستش رو گذاشت روی زانوی راستم و تا به خودم اومدم انگشت‌های پای شراره رو روی ساق پای چپ خودم احساس کردم. تازه دوزاریم افتاد چه خبره. یعنی چطور از اولش متوجه نشده بودم. این لحظه واقعا هوایی شده بودم و دلیلی نبود برای اینکه با اونا نباشم. شراره از آرمین خواست تاپمو در بیاره. زیر تاپ مشکی یک سوتین دکولته مشکی پوشیده بودم. آرمین تاپ و سوتین رو با هم گرفت و خیلی آروم از روی سینه‌هام بالا کشید. قلبم مثل گنجیشک میزد. نمیدونستم ترس بود یا هیجان. وقتی کارشون با هم تمام شد احساس بی‌وزنی میکردم. شراره رفت و دوش بگیره. آرمین تا دم در همراهیم کرد و واسطا تا تاکسی بیاد. بهش گفتم واقعا پارتنر فوق‌العاده‌ای داری. گفت حاضرم برای رضایتش هر کاری بکنم. قبل از سوار شدن یه بسته پول که توی یه پاکت بود بهم داد. گفت هر وقت دوست داشتی باز هم به ما سر بزن. وقتی به بسته پول نگاه کردم دیدم همش تراوله و حداقل 3 برابر پول اجارمه. شروع کردم به حساب و کتاب. اصولاً باید از این که ازم سوء استفاده شده و در مقابلش بهم پول داده بودن احساس ندامت کنم یا حداقل ناراحت بشم، اما به هیچ وجه همچین احساسی نداشتم. اینها از من لذت برده بودن و اگر بخوام صادق باشم برای من اصلا کار سختی نبود. این شب اولین جرقه های پول در مقابل رابطه در ذهن من زده شد. بعد از شروع کارم خیلی طول نکشید که شروع کردم به نوشتن خاطرات. نخفتم ز خیالی که میپزد دل من، خمار 100 شبه دارم شراب خانه کجاست. یه چیز دیگه که باید درباره من بدونید اینه که من یک فاحشه معمولی نیستم، از اینایی که کنار خیابون دنبال مشتری میگردن، اگرچه اونا هم همکار ما محسوب میشن، اما اصول کار فاحشه‌ای مثل من خیلی فرق میکنه. تو این روزها که همه مثل فاحشه‌ها میگردن و آرایش میکنن، فاحشه‌هایی مثل من رو سخت میشه از روی نوع لباس تشخیص داد. البته اگر شما یه خانم شیکوپیک با کیف و کفش مارک و یه مانتو یا پالتو دیزاین شده و روسری ابریشمی یا ساتن تک رنگ و آرایش حرفه‌ای نچندان غلیظ دیدید که نیمه‌های شب با تاکسی اینور و اونور میره، میتونید بهش شک کنید که از صنف من باشه. واسه موفقیت تو هر کاری یه سری قانون کلی همیشه وجود داره و من به اونا اعتقاد دارم. اولیش اینه که برای به دست آوردن یه چیزهایی باید یه چیزهایی رو از دست بدی. مثلا یه کم درآمد کمتر اما امنیت بیشتر. درسته اگر واسه خودت کار کنی همه پولو میذاری تو جیبت، اما توی شهر خرطوخری مثل تهران امکان زیاده که هم پولتو بخورن و هم یه بلایی سرت بیارن. از طرفی پیدا کردن مشتری هایی که سرشون به تنشون بیارزه کار هر کسی نیست. واسه همین تصمیم گرفتم با خانم بهزادی و دار و دستش کار کنم. خانم بهزادی رو شراره بهم معرفی کرده بود. بهش خیلی اعتماد دارم چون خودش قبلا جای من بوده و چند سالی هست که بازنشسته شده و الان دخترای زیادی رو مدیریت میکنه. البته خیلی دوست ندارم حضوری ببینمش چون آخرین باری که همو دیدیم کلی راجع به آرایش و تیپم نظر داد. کلا زیادی مشکل پسنده. تازه همش گیر میده که اگر میخوای مشتری عرب داشته باشی باید چاق‌تر شی. من کلا توپر هستم. اگه بخوام چاق‌تر شم شکم میارم. من شکم تخت و صافم رو دوست دارم. واسه همین دلم نمیخواد زود به زود بهزادی رو ببینم و قرقراشو بشنوم. کار با اونا خیلی پیچیده نبود. فقط کافی بود که حرفشون رو گوش بدم. 1/3 هرچی در می آوردم رو باید به اونا میدادم. البته بجز هزینه رفت آمد و انعامی که میگرفتم. البته اگه مشتری خارج از تهران بود هزینه رفت آمد با هواپیما به عهده خود مشتری بود. پیدا کردن مشتری، گذاشتن قرار ملاقات و تامین امنیت در صورت نیاز هم وظیفه اونا بود. تقریبا روند هر ملاقات همیشه مثل همه. مشتری از روی عکس من رو انتخاب میکنه، بعد بهزادی زنگ میزنه، با من هماهنگ میکنه. اگر من اوکی بودم
با مشتری قرار میذاره، من معمولاً 2-3 ساعت وقت لازم دارم برای ترتمیز کردن و شیف کردن و در صورت نیاز حمام و سشوار و آماده شدن برای قرار ملاقات و 1 ساعت هم برای پیاده روی. حالا شاید پیش خودتون فکر کنید پیاده روی برای چی؟ پیاده روی برای این که تا آژانس پیاده برم و از اونجا با تاکسی خودم رو به قرار برسونم. اینجوری نه راننده آژانس آدرس خونم رو یاد میگیره و نه برای پیدا کردن جای پارک توی محل درگیر جای پارک میشم. به درخواست دوستان کمی فلش بک میزنیم به آشنایی با خانم بهزادی. 1 ساعتی میشه از تماس تلفنی با شراره میگذره. همینجوری روی کاناپه نشستم و به پاکت پول و کاغذی که شماره بهزادی روی اونه خیره شدم. به هفته گذشته فکر میکنم، به لذت که تجربه کردم، به یخچالم که الان پر هست و قیافه صاحب خونم وقتی اجاره عقب موندم و باهاش صاف کردم، به شهروز عزیز و دوست داشتنی من، سهم من از زندگی. تنها کسی که وقتی بغلم میکنه احساس امنیت میکنم، مخصوصا وقتی دستهاشو بالای تخت قفل میکنه و محکم ضربه میزنه، دلم میخواد دنیا متوقف بشه. اگر ولم کنه چی؟ دنیا قطعا متوقف میشه. درسته ما قولی به هم ندادیم، شهروز تو کرج کار میکنه، یه آپارتمان نقلی هم تو تهران داره که با مادرش توش زندگی میکنه. از وقتی باباش به خاطر ورشکستگی سکته کرد و مرد، تمام مسئولیت مادرش افتاده گردنش. مادرش زن خوبیه اما خیلی خوش مذهبیه. هم من میدونم هم شهروز که ما با هم آینده‌ای نداریم و کلاً کار زیادی هم با هم دیگه نداریم. جفتمون آزادیم و برای زندگیمون خودمون تصمیم میگیریم. با خودم احتمالات رو بررسی میکنم. با من به هم میزنه و آمارمو به همه دوستای مشترکمون میده. با من به هم میزنه ولی از خجالت به کسی چیزی نمیگه و من اونو برای همیشه از دست میدم. مخالفت میکنه اما با من میمونه. یه رابطه سرد و بیجون و هر دو با هم تجربه میکنیم. موافقمه، منو همراهی میکنه و چیزی بینمون تغییر نمیکنه. شاید تازه حاضر بشه با پول من واسه خودمون زندگی بسازیم. دوتای اولی احتمال خیلی زیادی داره، احتمال سومی کمه، اما آخری تقریبا غیر ممکنه. گوشی رو بر میدارم و شماره بهزادی رو میگیرم. 2 تا بوق آزاد میخورو. جانم بفرمایید. یک صدای لطیف و جذاب و فوق العاده با کلاس. سلام، من از دوستان شراره جون هستم. سلام عزیزم، حالت خوبه؟ یه ساعتی هستش منتظر زنگت هستم. ببخشید گرفتار بودم. مرسی، ممنونم. شما خوب هستین؟ ای شکر خانم گلم، خیلی تعریف تو شنیدم. کی میتونم ببینمت؟ چه ناگهانی، منتظر این نبودم. گفتم زنگ میزنم ببینم چی جوریه. والا من میخواستم اگه بشه اول بیشتر با شما و روال کارتون آشنا بشم. حتما عزیزم، اما تلفنی که نمیشه. همو ببینیم یه قهوه دوستانه بخوریم و با هم بتونیم گپ بزنیم. تو هم هر سوالی داشتی ازم بپرس تا جایی که بتونم جواب میدم. بعد اگه تصمیمتو گرفتی با هم میتونیم کار کنیم. تو صداش یک اعتماد عجیب و غریبی موج میزد، یک صمیمیت، یک اعتماد به نفس، چیزی که به من آرامش میداد. یعنی دارم به شهروز خیانت میکنم؟ هنوزم دیر نشده، میتونم همین الان گوشی رو قطع کنم و دیگه دنبالشو نگیرم. ولی باشه قبوله. پس آدرس رو برات SMS میکنم، ساعت 5 منتظرتم عروسک. چشم، میبینمتون. خدا نگهدار عزیزم، خدا نگهدار. هنوز طوری نشده میتونم نرم. کاش دوباره برگردم تو کتاب فروشی. فوقش علی آقا به هم نظر داره که داشته باشه. مگه چی میشه؟ یاد حرفای شراره میافتم. اینجوری حداقل من تعیین میکنم کی، کجا، تا چه حدی. حداقل طرف حسابم یه مش آدم پولدارن که سرشون به تنشون میارزه، نه علی آقا کتاب فروش با اون دندونای زردش. اصلا شهروزم بره به جهنم. حتی امروز که عصر جمعه هست و انقدر دلم گرفته حاضر نشد بمونه. گفت باید بره پیش مادرش که تنهاست. خب منم تنهام، پس من چی؟ ولی چیزی نمیتونم بگم. از اول میدونستم، خودم قبول کرد. حالا چیکار باید بکنم؟ ولش چی بپوشم؟ برای من اصولا مشتری با مشتری فرق نداره، اما هوای مشتری های ثابتم که پول بیشتری برام خرج میکنن رو بیشتر دارم. تقریبا هر فانتزی که بخوان میتونن داشته باشن، به شرطی که هزینه های جانبی رو پرداخت کنن. این توافق ها معمولا کار بهزادیه. درسته که همه چیز به خاطر پوله،
اما من نمیخوام به خاطر چندر گاز که میخوام از یه مشتری بگیرم ارتباط خودم و بهزادی رو خراب کنم. بعد از مدتی تقریبا مشتریهای ثابتم که اکثرا وضع مالی خوبی دارن یک سری پیشنهاد جالب برام دارن. این کارو بذار کنار، فقط با خودم باش، من تأمینت میکنم، صیغت میکنم. پیشنهاد دوم اینه که بهتر نیست قرص بخوری، کاندومو بذاریم کنار. خیلی دلم میخواد تو چشاشون زل بزنم، خیلی چیزا بگم، اما خب باید حواسم باشه که از من دلگیر نشن. به هر حال رضایت با مشتریه، این شرط اول کاره. خلاصه هر بار یه جوری که ناراحت نشن باید جواب منفی بدم. آهنگ پلی میشه، شبا همش به میخونه میرم من، سراغ پی و پیمونه میرم من. سعید یکی از مشتریهای دائمم هست، موجود دوست داشتنیه، همیشه شیک و مرتب و اتکلون زده با یک کت شلوار شیک و کراوات و یک سامسونت. میگه 48 سالشه اما به نظرم 50 خورده‌ای باشه. قیافه معمولی اما موهای پرپشت، قدش خیلی بلند نیست و اوایل که آشنا شدیم یکم شکم داشت، اما الان کلی لاغر کرده و میگه به عشق منه که مرتب میره باشگاه. خیلی ابراز علاقه میکنه. کلا نسبت به بقیه مشتریام آدم خاکی تریه. دلم براش میسوزه. میگه تنها زندگی میکنه و همیشه داره کار میکنه و کل وقتشو صرف شرکت کرده. تک پسر و تک فرزند بوده و یه شرکت خصوصی داره که سرمایه اولیه‌شو باباش بهش داده و مرتب برای سفرهای خارجی میره و میاد. میگه وقتی واسه رابطه درست و درمون نداره. من کلا خیلی راجع به کار و موفقیت و موقعیت مشتریان فضولی نمی‌کنم. اینجوری هر دو طرف راحت‌ترن. سعید فانتزی جالبی داره، دلش میخواد من نقش دوست دخترش رو بازی کنم که خیلی عاشقشه. یا آپارتمان نقلی هم توی یوسف آباد داره که هر پنجشنبه از صبح تا ساعت 4 و 5 اونجا وقت میگذرونیم. دوستان مرسی که با ما همراه بودین و این داستان رو تا به اینجا شنیدین. این داستان ادامه داره. برای شنیدن ادامه داستان از قسمت دیسکریپشن میتونید روی لینک مورد نظر کلیک کنید و ادامه داستان و قسمت دوم خاطرات مخفی یک زن رو بشنوید.